که هنوزم فکر میکنی باید برگر رو با خیارشور بخوری؟ امروز برات یه سس دودی برگر درست میکنم. اگه بخوری دیگه هیچ مدل برگری به دلت نمیشینه. قراره 0 تا 100 یه برگر آب دارم بهتون نشون بدم که همینقدرم خوشگل پخته. گوشت من میکس رون و قلوه گاهه. آب پیازو میگیرم، به گوشت اضافه میکنم، نمک، فلفل سیاه و یه قاشق ماست. همین یه قاشق ماست راز آبدار شدن برگر شماست. برگر فقط در حد مخلوط شدن پیاز با گوشت فرض بدید. یه دقیقه کافیه. بیشترش برگر رو سفت میکنه. با کمک یه در پلاستیکی قالبش زدم. اندازه برگر بعد یکسان از هر طرف از نونتون بیشتر باشه. موقع پخت برگر جمع میشه. برگر روی کاغذ روغنی گذاشتم. چرا تو بعد گوشت جذب کاغذ بشه؟ اینجوری گوشت دیگه وا نمیره. بریم با هم سس جذاب دودی رو درست کنیم. پیاز، فلفل دلمه قرمز و گیشنیز رو حسابی خورد کنید. چند حبه سیر رو توی روغن قوطه‌ور و حرارت خیلی کم سرخ کنید. سیر رو با پشت چاقو له کنید و به سس اضافه کنید. چند قاشق از همون روغن سیر به سسمون اضافه کنید و آب یه لیمو ترش تازه هم توش بچکنید. نمک و پول بیبرم زدم و دیگه سس آماده است. اینجا اصل ماجراست. برای دودی کردن این سس توی ظرف نسوز یه تیکه زغال داغ بذارید. روش چند قطره روغن بریزین و سریع درشو بذارید. بعد از 5 دقیقه سس دودی شما آماده است. از همون روغن سیر توی تابه بریزید و با شعله خیلی زیاد هر طرفو فقط 5 دقیقه گریل کنید. من با همون روغن سیر نون برگرام هم تست کردم. بچه‌ها با مایونز قاطی شده‌ام روی نون تست گذاشتم. سس دودیمو گذاشتم. 2 ورق گودا هم روی برگر گذاشتم. حالا دیگه جوسی برگر من با این سس دودی جذابش آماده است. همین سس دیوونه‌تون میکنه و به درد تمام ساندویچ‌ها و کبابا هم میخوره.